نه، ساق طلایی محبوب ترین بیسکویت ایرانی که بعضیا چوسوفیس میان میگن که نه بخوری کبیر میشی، ولی به نظر من اینجوری هست. ابعاد یک ساق طلایی میخوام بهتون بگم که چقدره. 6 سانتی متر و ما قرار 30 برابر شاید هم بیشتر بزرگتر از حالت طبیعیشو درست کنیم. حالا بحث اینه که چجوری قرار این کارو انجام بدیم. خب اول از همه طبیعتا ما به مقدار زیادی ساق طلایی نیاز داریم، پس بعد بریم بخریمش. و حالا ما باید برای قرار دادن تمامی این ساق طلایی ها در کنار هم دیگه به یک جا نیاز داریم. من تشت رو انتخاب میکنم. فکر کنم این عالی باشه. 150 تومن نابی. اصلا به نظرت 30 عدد ساق طلایی اینجا میشه آیا؟ فقط دقیقاً مثلا همین خود چیزایی که ما داریم آره اینجا میشه. به حساب نکن. آره. مهم نیست، میخریم. آها، میخوای بدونی چرا دو تا تاش خریدم؟ به خاطر اینکه این یکی بیاد روی اون یکی کیپ بشه. بعد از سعی تک تک چیزایی که ما آماده می‌خواستیم بکنیم و خریدیم، دیروز اصلا خریدم. داخل این دو تا کیسه‌ای که دارید می‌بینید هولوش 30 تا هولوش چیه؟ دقیقاً 30 تا ساق طلایی قرار. یعنی الان این تو چند تاه؟ 30 تا ساق طلایی. این اول از هم می‌خوام ببینیم که 6 سانتی متر قرار تبدیل به چقدر بشه. شاید سانتی متر. همین داری میخوری؟ 30 تا بستر جدا جدا خوری 30 بار ما خورد کنی. ولی ما تمامی ابزارهایی که برای خورد کردن همه این ساق طلایی ها نیاز داریم رو داریم اینجا. تمامی این ابزارهایی که میبینید توسط بزرگترین ابزارساز دنیا ساخته شدن. چه تا پت دارم میگم؟ ابزارساز دنیا کیه؟ بهداشت حرف اولو میزنه. گفتی 10 تا بزنم؟ نه 16 تا 16 تا. اگه بتونی همه رو جوری بذاری که نشکنه، آره شکست. بهت $100 میدادم ولی خب شکستی. من بتونی 5 تاشو توی زیر یه دقیقه بخوری. میخورم. $100 $100 تو بیار جلو. $100 تو بیار جلو. این کارو کرده با قبلا. $100 بیار جلو. $100 بیار جلو. 5 تاشو باشه. من میدونم 5 تا نمیشه خورد. ولی به عنوان اینکه $100 میخواد بده اول $100 رو میدم. یه دقیقه و نیم نمیشه وقت بدی. 2 دقیقه. یه دقیقه. رکورد جهانی اگه بزنی آجی نه تنها من به $100 میدم، مردم هم بهت میگن واه. دو تا آقای اینطور هم برامون داره تایم میگیره. یه دقیقه شده. خب خورد میکنم. شما دقت کنید که نباید اصلا اینا چیز باشن، درشت باشن، همشون باید کوچیک تبدیل بشن به مواد اولیه‌شون. میشه بریم آیتم بعدی؟ آره. اونجا که چوب بیسبال به گفته بچه از کور سیمبا هم کثیف‌تر بود، ما تصمیم میگیریم که به جاش از چکش استفاده کنیم. چکش یه خورده سخت‌تر از قبلیه نیست؟ چرا؟ اون گوشکوب مخصوص کوبیدنه. اگر دقت کنی قشنگ کود میکنه. تبر داداش این کاری که داری میکنی اشتباهه. ای خدای زندگی فقط یه راه میمونه. نه ببین نه ما تا الان گوشکوب رو امتحان کردیم، چکش رو امتحان کردیم، فقط یه چیز دیگه میمونه. آقا اسکلیم اصلا به درد نمیخوره. داداش برقیه. خب برقی باشه. خب برقی باشه. داره تمدن نزنی تو صورت اون، فقط ادامه چیزایی که داره پرت میکنه از گوشه هاشو. اتاق تو کثیف کرد. آقا تمدن برق، سلطان نبردهای برقی. آقا خوشت اومد؟ نظر من همون گوشکوب ادامه بدیم. نه خب تنها راه چارم و استفاده از مخلوط کنه. برای اینکه بخوایم سریعتر این کار انجام بدیم و باید با مخلوط کنه این کار انجام بدیم. چجوری میخوای بریزی توش حالا؟ با دست.
نباید زیاد نظر بریزیم. چیه مخلوط کنو بذاری تو این که دیگه نیازی نباشه ببریش بیرون؟ بعد برق کندی دیگه. حتی گفتم اسکول اول از برق بکن بعد بازش کن. آفرین. باید بریم بالا. اونو قطع میکنی یکم بیشتر کار میکنی با دقت‌تر کار میکنی. بچه‌ها من با دوستان به همزیستی رسیدم. این دوتا دارن با استفاده از این دوتا چیز اینا رو خورد میکنن، از اینجا بر میدارن میریزن تو اینا، بعد که اینا کامل اوکی شد میدنش به من اینجا تیکه های باقی مونده شو درست میکنم. ما این تیکه های باقی مونده رو سریعتر درست میکنیم و خیلی دوستتون دارم. ما خیلی ها بهم گفتن که تو نمیتونی، ولی من تونستم با استخدام کردن دو نفره دیگه. آقا پول میدیم اگه تو. آره الان اینقدر زیاد نگاه کنید. از اینکه اینا کامل باید کیپ بشن برن پایین، ما باید فعلا کار کنیم. ما فعلا باید بیشتر کار کنیم. کار ما تقریبا به پایان رسید. اندازه کلی اینو ما به دست آوردیم و تمامی این مواد باید با یک کره شیر یا آب ترکیب بشن تا این ماده سفت بشه. می‌دونی چی میگم؟ سفت بشه. سفت بشه. مخلوط ما برای اینکه بخواد سفت بشه و شکل بیسکویت ساق طلایی رو بخواد به خودش بگیره غلط بفهمه. دستاتو شستی؟ اون چیه؟ شستم. مگه نگفتم دستاتو بشور؟ بشورشم میکنم. نگاه کن اینجا رو. جان به اندازه 1 کیلو کره باید وارد این داستان بکنیم. فهمیدی چی گفتم؟ سسو ببین. سسو ببینی؟ داریم سس همه کره رو چی کار داری میکنی؟ این زمین بازی ماست بچه‌ها. ما اینجا رو باید روغن مالی بکنیم تا توپش نکن. روغن رو قشنگ میزنیم و با استفاده از این دستکش خوب اون قسمتی که قراره چیزمون قرار بگیره روغن مالیش میکنیم. خب ما داریم زمین بازیمون رو تقریبا کامل میکنیم. قربونت برم. دیگه تو هم بخورم. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ روش رو روغن جامد استفاده میکنیم. چرا روغن جامد؟ چون روغن مایمون تموم شده. اوه اوکی. واو اوکی. داداش کره ما آماده است. اونا این کره نیست که این شله زرده. شله زرده. بریم. من میگم یکم دیگه چیزش کن. نه بریم. 3 2 1 یواش آروم میذارم. داشت میشه هم بزنی؟ البته نه داغه دستم به پاک نه. خیلیه. احساس میکنم که ما همین رو باید هم بزنیم. تو بری هم بزن. اینا دیگه باید کلا با هم دیگه هم بخورن و یک ترکیب خیلی زیبا درست بشه. همش که خود تست کنیم. خوبه؟ کم کم آروم تیکا رو باید بیاریم و توی این قسمت قرارشون بدیم. برای اینکه بیسکویت ما انسجام کامل رو بگیره ما از یک روش‌های قدیمی حلوا درست کردن استفاده می‌کنیم که با ته استکان ته لیوان محکم میکوبیمش تا قشنگ این بچسبه به هم دیگه و اینقدر این کار رو انجام میدیم تا اینا سفت بشن. بچه‌ها این خوب نیست. دوستان عزیزم این ثابت طلایی بشمار چند تا نقطه داره. ببین دورش هم 4 5 6 7 8 9 10 علی منو به نگاه کن. علی من ساق طلایی نیازی نیست بشماری. یه دونه دور داره، یه دونه اینجا داره، یه دونه هم وسط. اون وسط رو میزنیم. وسط رو خیلی تا ته نرو میشکنه. با این میخوای بزنی؟ اسکل الان قراره که روی کاغذ روغنی بزنیم. این چیه؟ چیکار داری میکنی؟ خب همونطور که میبینید بیسکویت ما کاملا داخل این کیپ شده. قراره که بریم روش وایسیم تا کامل دیگه کیپ بشه. نه میشکنه.
بابا رید. به مدت 24 ساعت این بشکه ما قراره که توی یک فضای سرد قرار بگیره و ما 24 ساعت بعد بریم بهش سر بزنیم. خدافظ تا یک روز دیگه. سلام. خوبی؟ این چیه؟ خب وای حاجی اصلا نگاه کن اینقدر ما آزمایش‌های بشه انجام دادیم. نه این آزمایش نیست. گینس کجاست؟ گینس اونجاست. مأمور گینس رو ما میآوردیم. یا علی یا حضرت رعیه. حاجی من احساس میکنم که ما با اینو بذاریم روش برعکس درش بیاریم با احتیاط تمام. آره اینجوری که تو آوردیش احتیاط کردی واقعا. چه بوی میده. واه واقعا شد. واقعا بیسکویته. سب کن ما اول باید پرده ها رو برداریم. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. یکم صاف و سوت نتونستیم درش بیاریم ولی اشکال نداره. تر کوبیسم در آوردی روش. من واقعا دوست دارم اینجا یه خطیه که داری یاد میدی مثلا کوبیسم داری کار داری سعی میکنی کوبیسم کار کنی ولی نتونست. من در جدی بزرگترین ساق طلایی ایران رو درست کردیم چون وزنش زیاده. احساس میکنم اگر ما توی دست اینو بگیریم ممکنه فرو بپاشه. ما توی دست بخوایم ما اومدیم از یک فلز سازی استفاده کردیم و رفتیم واسش فولاد تمام عیار گرفتیم. خودت درست کردی؟ آره کاملا ابعادش دقیقاً اندازشه. پشمام چقدر خفن درست کردی. چقدر خریدی حالا؟ 2 1 همچنان نشکسته. نه آروم باش. همه رو با هم دیگه نشکست. بخوریمش بابا خب میخوام بخورم. با دست نه. با چی؟ با نه میخوام یکمش از اینجا رو بردارم. نه تو که خوردی؟ آره میخوام چه کوچیک‌تر میدی به من؟ ببین یه چیزی کم داره. اونم سورپرایز اصلی ماست. بریم سورپرایز اون. نه اول از همه ویندوز رو عوض کن. آقا کارو بگیر. چی کار کردی؟ با یک حرکت خیلی ناجوانمردانه تمام شکلات‌های صبحونه رو روی خالی کردم. چرا؟ شکلات صبحونه روی این کلا خالی شده. ها؟ اصلا چه جوری شد الان؟ نفهمیدم. معجزه ادیت. واو. هیا. واو. داشت این حجمش خود زیاد نیست. چرا؟ من که نخوردم ولی باشه. برو بالا. نه خورده. آره. ما به اون هدف والای خودمون رسیدیم. ما تونستیم بزرگترین و خوشمزه ترین ساق طلایی دنیا رو درست کنیم. ولی اگر گینس یا شرکت ساق طلایی داریم ویدیو نگاه می‌کنی، من عاشقتم، رفیقتم، دوستت دارم. بیا با هم دیگه کار کنیم. من اصلا تبلیغتم نمی‌کنم. هدف اصلی این ویدیو این بود که این ساق طلایی که اینجا می‌بینید به بهترین و خوشمزه‌ترین حالتی که میتونه درست بشه و ما بعد از اینکه اینو درست کردیم بریم و بین بچهای نیازمند تقسیمش کنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم توی کامنت ها بگید که کدوم چیز رو دوست دارید که بزرگترش رو درست کنم، بزرگترینش رو درست کنم. پس بریم اینا رو بدون معطلی بسته‌بندی کنیم و پخششون کنیم. آقا خدمت شما. سلام حسن خدمت شما. بفرم عمو جان سلام حسن این خدمت شما میشه بچه این کارو به خاطر این انجام نشد که بیام بگم من دارم کار خیر میکنم فلان بیسار اینا. نه اصلا اینجوری نیست. بیشتر به خاطر اینه که اگر خودتون چیزی رو نیاز ندارید بدینش به کسی که نیازمنده و اینجوری شاید دنیا قشنگتر شد.